اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. آخرین کاروان حجاج افغان صبح امروز به کابل بازگشت. وزارت ارشاد، حج و اوقاف می گوید که در آخرین پرواز حدود 300 حجاج افغان حضور داشتند. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید دکتر مطلق القحطانی، نماینده ویژه وزارت خارجه قطر برای افغانستان، در دیدار با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه وضعیت کنونی افغانستان را اطمینان بخش خواند و گفته است که منطقه و جهان باید با افغانستان وارد تعامل سازنده شوند و فرصت موجود را از دست ندهند. مسئولین قلوردوی 209 الفتح می گویند در 2 سال گذشته 2432 موتر نظامی و بسیاری از سلاح‌های سبک و سنگین را ترمیم کرده اند. بر رهبری مهاجر فراحی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، جلسه برای رسیدگی به مشکلات و پیشنهادات ناشران و کتابفروشان برگزار شد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در رأس یک هیئت مشترک حکومتی و سکتوری به دعوت رسمی مقامات قزاقستانی وارد شهر آستانه آن کشور شد و مورد استقبال گرم مقامات آن کشور قرار گرفت. رئیس اداره ملی احصایه و معلومات در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت به طور اوسط روزانه در تمام مراکز توزیع تذکره‌های برقی در سراسر کشور 15000 مراجعین بایومتریک میشوند. شاروالی کابل می گوید در ناحیه 16 کار ساخت یک سرک فرعی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.